سلام بیننده ارجمند، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای نو و تازه منظور شما میکنیم. امروز پنجشنبه 23 سپتامبر. در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. دادخواهی پیوندان تاجیکانی که در قرقیزستان به حکم ابد محکوم شدند از پرزیدنت امامعلی رحمان. نتونن همین تاجیکستان بیارن بعد رفته بیان شوهرم موی گاو زنید اونجا نه رفته میشد نه شیشته میشد نه گاو میشد موی بوده قوه میکند اونجا هم تو دروی. رانندگان ماشین های بزرگ در تاجیکستان از نرخ گران سند بارکشانی بین المللی در نزد وزارت نقلیات اعتراض کردند. $400 یک این چیز میخرن این پاکر همین نرخ دولتیش چند پولای $35 یک. جوانها دیگر موی و ریش خود را کوتاه نمی کنند. با غصب حکومت از سوی طالبان در افغانستان مود آرایش موی و سر دیگر شد و درآمدی سرتراشان کم. تو کار خراب باشه دیگه مجبور هستیم ابرار بر خود بسنجیم، پاکستان بریم، دیگه کشور بریم، دیگه کشور بریم. پیوندان دو نفر از شهروندان تاجیکستان که در قرقیزستان با جرم‌های سنگین به حبس ابد محکوم شدند، از پرزیدنت امامعلی رحمان خواستند به این قضیه رسیدگی کند. آنها میگویند پیوندانشان بیگناهند، اما قرقیزستان بنابر انگیزه‌های سیاسی و نقارگیری به آنها چنین حکمی سنگین تعیین کرد. یکی از آنها نرگس جبارова به رادیو آزادی گفت مقامات قرقیز یگان دلیل بیگناهی نزدیکانشان را نمیپذیرند و از این رو از حکومت تاجیکستان امید دارند که در آزادی آنها کمک رسانند. خواهشم همین که پرزیدنت جناب عالی امامعلی رحمان که همین شوهر ما را از همونجا آزاد کنند. اسکر یونسوف اسکر نرگس دارد و زنی و عیم منم نرگس حد ما همین محتاج همین کس که همون فرزند ما اکن سربان شوند پدرشان اونده یا که نتونن همین تاجیکستان بیارن بعد رفته بیان شوهر موی گاو زنید اونجا نه رفته میشد نه شیشته میشد نه گاو میشد موی بوده قوه میکند اونجا هم تو دروی ناقانونی دیگه ناقانونی. و در ادامه این صحبت از همکارم مولا رجب یوسفی که در شهر دوشنبه این موضوع را پیگیری داشت پرسیدم که مقامات تاجیکستان در این زمینه چیکار کردند و آیا نقشه های برای کمک رسانیدن جهت رهایی این دو شهروند تاجیکستان دارند؟ در سفارت تاجیکستان در قرقیزستان به رادیو آزادی گفتند تا این دم در رابطه با مسئله عبدالرازق عبدالقهارov و اسکر یونسوف با دادستان کل قرقیزستان و معاون اول وزیر کارهای خارجه قرقیزستان واخوری گذراندند. مسئولین این سفارت تاجیکستان گفتند که روزهای نزدیک یک هیئت آنها به ناحیه لیلک سفر کرده با رئیس سود این ناحیه و همچنین با خود عبدالرازق عبدالقهارov و اسکر یونسوف واخوری میگذرانند. مسئولین سفارت تاجیکستان همچنین گفتند در نظر دارند که از روسیه وکیل دفاع آورند تا از حقوقهای این دو شهروند تاجیکستان حمایت کند. بازداشت عبدالرازق عبدالقهارov و اسکر یونسوف و به حبس ابد محکوم شدن آنها در قرقیزستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد. بسیاری‌ها از حکومت طلب دارند که برای آزادی این دو شهروند تاجیکستان تلاش کند. قضیه عبدالرازق عبدالقهارov و اسکر یونسوف با آخر ماه اپریل عمیق‌ترش به مناقشه روزهای 28 و 29 اپریل برمیگردد. در این مناقشه از هر دو طرف 55 کس کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نیروهای همدیگر را در سر زدن این مناقشه عیبدار کردند. مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی، دوشنبه. بیننده ارجمند، رادیو آزادی سرنوشت دو شهروند زندانی تاجیکستان در قرقیزستان را پیگیری خواهد کرد و از هر خبری تازه‌ای که در این باره به دست ما رسید شما را در جریان خواهیم گذاشت. گروهی از رانندگان ماشین‌های بارکشان به نشان اعتراض از فوق‌العاده گران فروخته شدن اجازتنامه بارکشانی بین‌المللی در نزد وزارت نقلیات تاجیکستان جمع آمدند. به گفته رانندگان نرخ دولتی این سند حدود $35 است، اما آنها با نرخ $400 آن را دسترس می‌کنند. رانندگان میگویند در چنین شرایط رقابت را با همتایان خارجی خود می‌بازند. علیشیر ظریفی گزارش می‌دهد. گروهی از رانندگان ماشین‌های بارکش نزد خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات جمع شده از دسترسی اجازتنامه سفر و قیمت بودن نرخ آن نگرانی کردند. آنها با این را خواستند توجه مقامات را به مشکلشان جلب نمایند. از شکایت کنیم که یک چی ارزان ما بارکدگی ماشینای بارکدگی همینجا همه خوب هزار ماشینا خوب یک تیر کرنتی
برای همین ماشینا $350. باز میفهمیم همینا $35 گفتستین. ما نفهمیدیم که $35 بوده است، ما تا $400 خریداری کردیم. همینا میخوایم که یک معیار بیارن، نرخ اساسی تمامی جا اجازتنامه‌اش ارزان از تاجیکستان قیمت. طبق مقررات وزارت نقلیات تاجیکستان اجازتنامه سفر را به جمعیت یا شرکت‌های خدمترسان پیشنهاد می‌کند و راننده‌ها این سند را از آنها می‌خرند. راننده‌ها شکایت دارند که اگر یک ماه پیش آنها از شرکت‌های اجازتنامه عبوری قلمرو دیگر کشور را با نرخ $35 تا $50 دسترس می‌کردند، پس حالا آن کم یافت و نرخش هم تا $300-400 بالا رفته است. آمدیم در اینجا نرخش میگن 84 سومون، بعضی ها تا $400 نرخ همین را بالا بردیم، با همون مشکل دریافت کردن نمیتونیم همین چیزه. ماشینای خارجی آمده باری ما رو با نرخ ارزان برده شده است. ما حجت ما قیمت، رسخود ما کلان. راننده‌ها از آن نگرانی دارند که تا مرز ازبکستان می‌روند، اما با دلیل نداشتن اجازتنامه عبور قلمرو این کشور در مرز با مشکلی‌های گوناگون روبرو می‌شوند. ماشین ازبکستان بار میارن باری تاجیکستان، ما میریم در ترکیه 20 روزی خواه میریم اکا، ما در بار نمیکنن. ماشین ازبکی در بار کیسه ما در بار نمیکنن اکا. برای که ما در ازوال قیمت میخریم $400. کارنت مون $400 تیر. همین اجازتنامه کی نه $400 اکا این چیز میخرن. این پاپکا رو همین نرخ دولتیش چند پولای؟ $35 اکا. به قول راننده‌ها پاندمیای کووید 19 به کارشان تاثیر بد گذاشته است و با وجود این مقامات به جای سبکی مسئله دسترسی به سندهای لازمه را مشکل کردند. قریب هزارو ماشین خوابند در شرکت‌ها. برآمده نمیتونیم. برای ما را از روسیه، از خارجه، از درون تاجیکستان، داخل تاجیکستان ماشین‌های بیگانه برده ایستادند. اگر در یک ماه 1000 ماشین از تاجیکستان برآمد کنه، قریب 10,000 آدم خانواده از مشکلاشون آسان میگرده. در خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات گفتند طلبات برای بارکشانی طریق قلمرو ازبکستان از سوی راننده‌ها یکباره زیاد شد که در پی آن مشکلی دسترسی به رخصتنامه یا اجازتنامه نیز به میان آمد. در این نهاد گفتند با ارزشی تا 100 سومانی اجازتنامه را دسترس شرکت‌ها میکنند و آن نباید با نرخ تا $300-400 به راننده‌ها پیشنهاد شود. در همین حال نماینده دو شرکت بارکشانی بین المللی به رادیو آزادی گفتند نرخ اجازتنامه در موافقت با وزارت نقلیات دسترسی راننده‌ها می‌گردد. آنها نخواستند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند. پس از غصب حکومت از سوی طالبان نه تنها روزگار ساکنان در افغانستان دیگر شد، بلکه مود آرایش موی سر هم عوض شده است. آرایشگران در افغانستان میگویند دیگر جوانان مثل پیش موی سر و ریش خود را کوتاه نمی کنند و میکوشند مثل طالبان ریش و موی سری دراز داشته باشند. این حالت درآمد دکانهای سرتراشی را کم کرده است تا حدی که آرایشگران میگویند ناچارند ترک پیشه و کشوری خود کنند. کیومرثی عطا ادامه می‌دهد. مشتریان علیرضا قبلا زیاد بودند و موی سری خش را هر نوع آرایش می‌دادند. با آمدن طالبان کارش سست شد. وضعیت در کور تغییر کرده، اسلامو کم شده، مردم حالت دینیه، یعنی اون مشتری که سابق داشتیم حال نداریم. اما یک سبب اصلی ترس از طالبان است که به آرایش موی مردان هم ایراد می‌گیرند و آن را غیر اسلامی می‌نامند. دیگر آرایشگران افغان این را در کارشان خوب احساس کردند. کاروبار حال استاده مزینه مثال جلو مدلایی که جلوی بود حال استایل نمیزنم همین تو ساده بعد حال بغضی کاروبار نیه سسته کاروبار. احوال بسیاری از سرتراشخانه و آرایشگاه ها در شهر هرات که از شهرهای آزاد اندیشترین افغانستان به حساب می رود همین گونه است. نادرشاه تا آمدن طالبان روزانه $15 کار میکرد، حالا $5 به دست می آورد. نظر محمد در کابل کار میکند
و حالا میگوید اگر وضع چنین ادامه یابد دیگر ناچار است که با اهل عائله افغانستان را ترک کند. نمی تو کار خراب باشه دیگه مجبور هستیم یک راه را بر خود بسنجیم، پاکستان بریم، دیگه کشور بریم، دیگه کشور بریم. می رقمی اولاد ما که باشه اینان دو سر ما فامیل دارم، تقریبا 3-4-5 نفر داریم، نان خوردن داره و نگاه کردن مکتب داره و چه رقمی دیگه که اقتصاد ما صحیح نباشه مجبور هستیم که طرف دیگه طرف خارج بریم، بیرون از کشور بریم. دیگر آرایشگران به خبرنگار فرانس پرس گفتند که با آمدن طالبان مردم یکباره خود را به مانند آنها کردند که ریش و موی دراز دارند. به گفته آنها سبب نه مد شدن این شکل آرایش است بلکه ترس از خود طالبان است که جوانان را نگه می‌دارند و میگویند چرا ریش نداری، کاری که به گفته جوانان افغان خلاف شریعت است. درست است که سنت رعایت شود ولی نه با زور. مجبور کردن کس با ریش و موی دراز ماندن عادلانه نیست. عادلانه نیست که مجبور موی دراز مانده مثل شیر شوی. در عهد طالبان در سالهای 1996 تا 2001 آنها به جوانان امر می‌دادند که حتما ریش گذارند. آنهایی که ریش نداشتند می‌زدند. کشاورزان ختلان تلاش دارند صادرات میوه و سبزیجات کارکرد شده را زیاد کنند. این در حالی است که در گذشته تنها میوه و سبزیجات تازه یا خشک به بیرون کشور فرستاده میشد. در این بین یک قسمی از محصولات نو تلف میافت. تهیه و فروش محصولات کارکرد شده کم بود. خبرنگار ما از کارخانه دیدن کرد که نه تنها راهی کم تلف صادرات میوه و سبزیجات را پیش گرفته است بلکه تلاش دارد بیشتر برای زنان جای کار فراهم کند. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. اینجا میوه و سبزیجات محلی کار کرد و برای صادرات به خارج آماده می شود. کارخانه میرزای نور ارباب در ناحیه یوان از اولین شرکت است که پروانه صادرات شربت و تمت تاجیکی را به دست آورد. در گذشته تنها میوه و سبزیجات تازه و خشک صادرات می شد. ولی این محصولات به روسیه فرستاده می شود و هراس از تلف شدنش در راه نیست. زیاده 30 تن کارکرد کنسرینی برآوردیم، تمت و سوک و ورینی و میخی چهاره ما با خارجی بررسی ارائه کردیم. نصیب باشه آینده ما حرکت کنیم با دیگر زیاد کنیم محصولاتی که تیار میکنیم با دیگه خارجی براریم با دیگه طرف اروپا. این کارخانه میوه و سبزیجات را از 1400 هکتار زمین باغ و پالیزی خود جمع آوری میکند. لایحه یوسعید اوید بر رقابت پذیری در صنعت کشاورزی تاجیکستان به این کارگاه سرتیفیکات بین المللی وعده داده است. اگر آن را صاحب شوند محصولاتشان به اروپا نیز راه خواهد یافت. نظیره رسولова از جمله 12 زن است که در این کارگاه کار میکند. کاری آنها از بند و بست بنکه های شربتی میوه عبارت است. زنکای بسیار خیلی خانشین بسیار اندایجا میخواهیم که همه خیلی‌ها و یا زیاد شوه مقصد همین زنکای خانشین برآمده کار کنند. کارخانه میرزای نور ارباب در ناحیه یوان از اولی سال تا حال 50 تن محصولات کنسرو شده را به روسیه صادر کرده است. ولایت ختلان سال زیاده از 100,000 تن میوه و سبزیجات را به خارج میبرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ولایت ختلان. نام عزت امان حامی مهاجران تاجیک برای عوف پیشنهاد شده است. قانون عوف روز 9 سپتامبر امسال به اجرا درآمد. عزت امان رئیس سازمان مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شده بود. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر دادند. با اطلاع مقامات او بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده به قلابی متهم است. نزدیکانش اکثر این دعواها را به پایان می‌خوانند. بیننده ارجمند، اینجا وقتی برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید. گزارش های ویدیو را در صفحه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید ببینید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.